آقا سلام علیکم، چطوری ستونای گنگ؟ بچه خوش اومدیم به چنل سامانستی. بچه ها یک کاستوم جایزدار آوردم براتون. مردی ببین، انتظار نداشتم کسی که برد. من انتظار داشتم کسی که این کاستومو برد همون اول ببین، اصلا انتظار داشتم خودکشی کنه. ببینین بچه بازی بلد نیست، یعنی بازی بلد نیست اصلا. نه ببین مورومنت بلده، نه مثلا بعضی وقتا بلد نیست ایم بگیره، بدون ایم میزنه. مثلا 117 دستشه ایم نمیتونه بگیره. بعد 4 انگشتی پلیره. بس من پشمام ریخت، اصلا خیلی بد برد. من داخل اسپکتشون نبودم وقتی فایت دادن، ولی مثلا از اسپکت در اومده بودم. از دیدین از بغل میتونن نگاه کنه. آره کلا ببینم چند تا شرکت کننده داریم. 1 2 3 4 5 6 تاست کلا فکر کنم. آره 6 تا. چیزی دیگه اصلا انتظار نداشتم بتونه ببره اون کسی که چیز بود، اون کسی که برد. 2 3 تا جا گوشیم اینجوری برعکس شده. خب بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. بچه من اینجا بودم، یعنی همین گروه A رفته بود لابی. نگاه کنین، واقعا پشم ریزون بود، از کنارش رد شد. یعنی اگه مثلا هم نمیدونست که یه نفر داره اسنایپش میکنه وای میستاد اونجا، لابی بود. بعد اینم فهمید اسنایپر است، نمیدونست کجاست، رفت از این جای چیز نگاه کرد، پایین یعنی همون زیر زمین یه جای مخفی است، میتونی اونجا نگاه کنی. اگه نمیدونین کجاست، داخل چنلم ویدیوشو گذاشتم، برین حتما ببینین. لایک و سابیاتتون نره بچه‌ها، یک کامنت هم بذارین که از این کاستوم زیاد داریم. بچه ها اینجا 2 نفر درگیر میشن و حالا دیگه خودتون ببینین چی شد. ولی نامردی شد یکم با جت. حالا یه زده دیگه، ولش کن. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. بچه ها اینجا 2 تا درگیری دیگه شد. حالا خودتون ببینین. اینجا یه بد وان شاتش کرد. بعد دومین درگیری هم ببینیم الان اتفاق میفته که حالا ببینین کی میمیره کی نمیمیره. بچه اینجا اومد البته بالا بودا، میدونست بالاست، اومد خط اینجا رو بگیره، فکر کرد این میاد پایین. اول نگاه کنین اینجا گوشی من برعکس شد. نگاه کنین این رفت داخل، فکر کرد از اینجا میاد پایین، اون که بالا بود. خط اینجا رو با کیوکینا این لجن گرفت. الان ببین آره اینجا فکر کرد اینجا میاد پایین، خط اینجا رو با کیوکینا گرفت و یه دفعه از جلوش یکی زدش. بریم ادامه ویدیو. لیتس گو. بچه نبینم انرژیاتون بیفته من ناراحت میشم. بچه اینجا یه درگیری شد، من پشمام ریخت که چطوری زد. اصلا نباید میتونست، فقط یه اشتباهی کرد، مدیک زد. اگه مدیک رو نمیزد برنده بود. بله برنده 50,000 تومان می بود. بریم بقیه ویدیو رو ببینیم. بچه ها به خدا پشمای من داره میریزه. الان دارم پشما رو جمع میکنم از زمین. بچه ها نگاه کنین، این بیست ها، این به قرآن نوب سگه. اصلا از این نوبتر وجود نداره. پشمام ریخت چطوری زد. بچه ها لایک و ساب یادتون نره، فشار من افتاد. خب بچه ها امیدوارم
از این ویدیوی کاستوم جدید خوشتون آمده باشه و بریم پول نفر اول رو بدیم. Let's go. خب بچه ها اینم پول ماهان برده بود. خب به دوربین حرفی نداری بگید؟ به دوربین حرفی نداری بگید؟ به دوربین حرفی نداری بگید؟ نه. خدا این 50 میلیونه